سلام سلام، یه سلام پاییزی قشنگ. واقعا دارم میگم خیلی قشنگه، یعنی واقعا قشنگه. من طبیعت رو خیلی دوست دارم. بعد مخصوصا الان دیگه چون برگا ریخته، پاییزه داره، زمستون میشه که زمستونه. بعد ولی وقتی برگی رو درختا نیست، وقتی تابستون که بیای اینجا، وای قشنگ از بالا همه برگاشون شاخهاشون با هم چسبیده، خیلی قشنگ میشه. یعنی معرکه است واقعا. اینجا رو نگاه کن، درختها چقدر بلندن، درخت چناره. واقعا من علاقه خاصی به پاییز دارم و اینکه اینجا محلات حتما یه سر برید بزنید. من هر دفعه که برم یه جاییشو برای شما بذارم، با فیلم بگیرم، ویدیو بگیرم، بازم تمومی نداره که انقدر اینجا زیباه. و آسمونم خیلی قشنگه. من درست دریا رو دوست دارم ولی طبیعت رو بیشتر دوست دارم. خیلیا کویر رو دوست دارن ولی من اصلا، باورتون شاید نشه، اصلا تو عمرم کویر نرفتم. یعنی عاشق من طبیعتم. ببین برگا رو ریخته کف خیابون، محشر جون میده واسه عکس گرفتن. عکسامو گرفتم میذارم که ببینید. واقعا خیلی قشنگه. من خیلی دوست دارم اینجا رو. دفعه اولم نیست که میام، ولی ویدیو هم گرفتم براتون بازم. ولی اینکه سواره از خیابوناش نه، از سرچشمه گرفتم. اگه الان سرچشمه رو ببینید، میذارم تو ویدیو، عکساش هم میذارم. خیلی قشنگه. یعنی اگه ویدیو رو تا آخر ببینی کپ میکنی از این همه زیبایی. خدایا واقعا شکرت به خاطر نعمتهای قشنگی که بهمون دادی. واقعا به خاطر تن سالمی که داریم، حتی میتونیم حرف بزنیم، حتی میتونیم ببینیم، میتونیم خودمون کارهای خودمون انجام بدیم. واقعا بچه ها نگذارید از این، واقعا یه نعمت خیلی بزرگی دارید. بعد اینکه من اینجا چیز کردم، یه نمه کوچولو آهستش کردم که قشنگ ببینید خیابونا رو. این مجسمه رو نگاه کن، توجه هم خیلی جلب کرد. ولی داستانش رو نمیدونم، باید حتما سرچ کنم ببینم داستان این مجسمه چیه. اینجا ورودی سرچشمه است و پارکینگ هم داره. وقتی داری میری تو پارکینگ، یه شیب خیلی بدی داره که واقعا نفست میگیره، مخصوصا ماهی که قیلون میکشیم. درسته نفسم زیادی نمیگیره ولی خب وای خیلی قشنگه بچه ها. ببینید محلات حتی توی پاییزم قشنگی های خودشو داره. این گل نگاه، چرا تنها شدی بیبی؟ هی جان، تو چی میگی؟ به 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 و به و به و به. بریم برگردیم بیبی های من. بریم بیبی. اینجا چرا آب میاد؟ اینجا چشه؟ بستن یعنی؟
اینجا یه دریاچه داره، خیلی قشنگه. اینم یه پل خوشگل داره. ببین باید اینجا ازم میگیم. حتما باید مامانمو بیارم، حتما. وای بچه ها خیلی قشنگه اینجا. ببینید خیلی قشنگه. هر چقدر اینجا عکس بگیری اصلا تکراری نمیشه. نیمکت خالی. او مای گاد. اگه نیفتم خوبه. کجکی کجکی کجکی. خب اینجا وای چقدر قشنگه. بیبی های من دیدین؟ به به. جدا از شوخی نگاه کن. من خیلی دوست دارم اینجا رو. کلا خوشگله. او مای گاد. قیلون بکشی اینجا. نه حال میده برای قیلون. بیبی های من ببینید ببینید آسمون رو نگاه کنید. وای از اینجا میشه رفت. بریم از اینجا بریم. آره راه داره دوباره. گلبر رو نگاه کنی. سلام. میاو میاو. دیس کردی بی تربیت. من عاشق پریزم. عاشق پریز دایمی. اینجا مینی شماله. شمال مینی. بوسینو. قدو ببین یا خدا. فیسو ببین یا خدا. حالا قدو ولشت. اینجا غذاهاش بیبی های من خیلی خوشمزه است. قیلوناش هم خوبه ولی این دفعه قل نداره. قلقل نمیکنه. میدونید چی میگم؟ کلا من اینجا رو خیلی دوست دارم. آره دخترم.
قرمز تو قرمز شده، بی نهایت شده. میدونی؟ بی نهایت شد. من بی نهایت درست کردم. نیام سر اینجا بچه ها. تو ماشین که نمیتونم بگیرم. الان باید بریم بالا. از اونجا نرو. مرسی. مرسی. میگه بو بزن. آره خیلی بوش خوبه. بیا اینم بو نعنا. این لیلونه اینا چیزه؟ بیرونه؟ خودشون اطراف کاشون حق ندارن تو قیدون بدن. ها آره اینه. پیداش کردیم. این چرا چپاکی شده؟ ملیس شده. این ملیس شده ملیس. اوه خیلی باید رفت پایین. بریم. خدمت شما. یه 2 تا قلیون 2 سیب بیزنم. 2 تا قلیون 2 سیب؟ آره. بله من. فقط چوبی باشه خوب باشه. چی؟ چوبی باشه. یکیش چوبی یکیش استیله. طوری نیست کامش خوب باشه. نه خوبه دود داره. باشه مرسی. اگه 2 سیب بالباله خوبم بری 2 سیب بیار 2 سیب بالباله. اون یکشو 2 سیب بالباله میذارم یکشو 2 سیب. آره. دست دارم. ابوالفضل یه سینی بردار. آتیش داره. کجا بشینیم؟ تو تابستون الان درخت همه خوابیدن. کسی هست؟ اینجا گرمه. یه خیلی گرم میخواه اینجا گرمتر. نه بابا باید پا بزنی به این. یکیش که آماده بود همین الان چاق شده همین کلا شاید 7 8 تا کام خورده. یه 2 سیب برنجا قلبی شده ببین. وای گربه چند دقیقه یه بار میاد تو گرمش میشه دوباره میری ببینم. بریم شروع کنیم.